در هفته دوم کرانتین و یا به اصطلاح گوشه‌نشینی مردم روسیه، مکان‌های دوست داشته سیر و آسایش ساکنان شهر مسکو به قدر قابل ملاحظه خالی شده و لوحه‌ها و شعارها گوشه‌نشینی و مراعات مسافه اجتماعی را تشویق می‌کند. با هدف جلوگیری از توسعه سرایت کرونا ویروس و یا بیماری کووید 19 سر از آخر ماه گذشته حکومت روسیه در سراسر این کشور کرانتین جاری نموده به شهروندان گوشه‌نشینی مشورت داده است. طبق دستور حکومت هر ولایت و منطقه وابسته به شمار گرفتاران کووید 19 کرانتین را شدیدتر و یا سبکتر می‌کند. در مسکو به ساکنان مشورت داده شده است که تنها در صورت نیاز به غذا و یا دارو و درمان به نزدیکترین فروشگاه روند. سیر و گشت با حیوان خانگی و یا پرتافتن اخلاط نیز باید در نزدیکی‌های منزل زیست صورت گیرد. خبرنگار رویترز از چند ساختمان بلند آشیانه‌های مسکو زیارت نموده گزارش می‌دهد که در آنجا کار با وسعت کامل ادامه دارد. در عین زمان نیروهای حفظ حقوق و ترتیبات اجرای رژیم گوشه‌نشینی را پیگیری می‌کنند. در شهر سنت پتربورگ خبرنگار رویترز در یک عملیات تشخیص افراد نادیده گیرنده کرانتین شرکت ورزید. افسران با لباس حمایه کیمیایی اطلاع می‌گیرند که 3 نفر بازگشته از خارجه دستور گوشه‌نشینی را اجرا نکرده به بیرون برآمدند. گروه اپراتیوی به این منزل تشریف می‌آورد. چرا شما 2 روز دیگر در خانه ننشستید؟ در خانه چیزی خوردنی نداریم. همه را تمام کردیم. اکنون شما باید استراحت کنید. می توانم سگم را بیرون برارم؟ نه. پلیس یکی از ساکنان این منزل را که تبی بلند داشت با خود به طبابتگاه مرکزی مبارزه با سرایت کرونا ویروس انتقال داد. روز چهارشنبه ستاد مبارزه با کرونا ویروس روسیه اطلاع داد که در این کشور وضع صحتی بیش از 8,500 نفر تفتیش شده، نزدیک 1200 نفر مبتلای کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 شدند. 8 اپریل روسیه خبر داد که تاکنون در این کشور 63 نفر از کووید 19 جان دادند.